بسم الله الرحمن الرحیم. بسته اسکلت عضلانی رو با هم دیگه آغاز میکنیم. اول از چی شروع کنیم؟ از استخوان. استخوان چیه بچه ها؟ چه بافتیه؟ یه بافت همبند اختصاصی هستش. توش چی هست؟ بافت همبند اختصاصی رشته داریم، سلول داریم و ماتریکس داریم. ماتریکس چجوری شده؟ ماتریکسش معدنی شده چون کلسیم توش رسوب کرده و سفت شده. درسته؟ خیلی عالی. استخوان بچه یه بافت زنده هستش. درسته؟ یه بافت زنده است. مخصوص خودش عصب داره، عروق داره، رگ داره، رگ خونی داره و عروق لنفاوی برای خودش داره. پس یه بافت زنده هستش و میتونه با فشارهایی که بهش وارد میشه ساختار خودش رو چا کنه؟ تغییر بده. اگر استخوانی استفاده نشه کم کم دچار چی میشه؟ آتروفی میشه. مثلا یه مثال میتونیم برام بزنین. توی خانمایی که مسن هستن یا آقایانی که مسن هستن، دندون مصنوعی دندونش اگه بکشن و کاری براش انجام ندن باعث میشه چی بشه؟ فکشون دچار آتروفی بشه. درسته؟ پس استخوان نیاز داره که همیشه تحت فشار قرار بگیره که ساختار خودش رو بتونه حفظ بکنه. این یک. دوم اینکه بچه‌ها هر استخوانی تو بدن ما داریم بسته به اینکه چه عملی انجام میده و چقدر داره فشار تحمل میکنه شکل و ساختمانش فرق میکنه. یه استخوان دارم تو جمجمه فقط نقش حفاظتی داره، خب سبک هستش و میخواد نقش حفاظتی داره، شکلش به این شکله. یه استخوان مثل استخوان فمور دارم که میخواد وزن زیادی تحمل بکنه. درست یا نه؟ پس این باید به چه شکلی باشه؟ سلام. باید به چه شکلی باشه؟ باید به شکل استخوان دراز باشه، قطور باشه و ضخیم باشه. این از این. اگه پرده رو بکشین که خیلی عالی میشه. آخ این الان عالی شد. خب کلا چند تا استخوان تو بدن داریم؟ یک. باریکلا. نه خوب که برادین که چنان گفتم من. خب اندام فوقانی چند تا استخوان؟ هر کدوم 32 64. اندام تحتانی 31 باریکلا. بسیار عالی. از اندام فوقانی میخوایم شروع کنیم. میگم اندام فوقانی شامل چیا هستش؟ شامل کمربند شانه‌ای، استخوان آرم بازو یا براکیوم، استخوان ساعد فورآرم یا آنت براکیوم و استخوان هند دست هستش. خب یه بار استخوان با هم ببینیم. یک عدد کلاویکل، اسکاپولا یکی، هیومروس یکی، رادیوس یکی، اولنا یکی، 8 تا استخوان کارپال دارم، 5 تا استخوان متاکارپال دارم و 14 تا استخوان فالانژ دارم، بند انگشت دارم. چرا 14 تا؟ 62 تاییه. خب از کمربند شانه‌ای میخوام شروع کنم. میگم شامل 2 تا استخوان هستش، استخوان کلاویکل و استخوان اسکاپولا. میاد کمربند شانه‌ای منو چیکار میکنه؟ تشکیل میده. از استخوان کلاویکل با هم صحبت بکنیم. میگم استخوان کلاویکل یه استخوان چنبر تو بعضی کتابا می‌نویسن یا استخوان ترقوه هم می‌نویسن. یه استخوان دراز هستش. درسته؟ کجا قرار گرفته بچه‌ها؟ کجا قرار گرفته؟ میگم در قاعده گردن در قسمت قدامی فوقانی قفسه سینه قرار گرفت. این یک. دوم میگن که چی؟ تنها استخوانی هستش که اندام فوقانی من رو به تنه من متصل میکنه. این شد 2 تا. درسته؟ بعد بگم که چه جوریه؟ بگم استخوان درازه. بگم تنها استخوان درازی باید باشه که به شکل افقی قرار گرفته. این هم میشه 3 تا. خیلی عالی. دیگه میگم استخوان سازیش به چه شکلی هستش؟ میگم که این استخوان‌های پهن به چه شکل استخوان سازی میشن؟ سلام. به شکل داخل قشایی. یعنی چی؟ یعنی اول مزانشیم تشکیل میشه بعد استخوانی میشه. ولی استخوان‌های دراز به چه شکلی هستن؟ اول قضیفی، مدل قضیفی تشکیل میشه بعد چی میشه؟ به استخوان تبدیل میشه. باریکلا. میگم که استخوان کلاویکل ترکیبی از این دو در واقع استخوان سازی است. یعنی هر دو میتونه توش انجام میشه. قسمت تنش توسط استخوان سازی داخل قشایی، دو تا انتهاش توسط استخوان سازی
داخل قضروفی انجام میشه. پس این یک مشخصی هستش که میتونه این رو متمایز بکنه از استخوان‌های دیگه. تمام iyi olur. Şurada. بشینیم بچه‌ها بی زحمت. بچه‌ها استخوان ترقوی استخوان کلاویکل 15 سانتی متر تقریبا طول داره. از نمای فوقانی میخوایم نگاه کنیم شبیه چی هستش بچه‌ها؟ یه اس. بعضی کتابا نوشتن شبیه 5 انگلیسی به اون شکل نوشتن. درسته؟ به این شکل هستش. این میخوام جاگذاری کنم. چجوری جاگذاری کنم؟ استخوان رو دستم که گرفتم میخوام چجوری جاگذاریش کنم؟ بگم این برای سمت راست چپ، بگم که قسمتی از انتهایی که درشتره در داخل قرار بگیره، یک، و سطحی از استخوان که در روش یک ناودان وجود داره در پایین قرار بگیره. با این شکل میتونیم به راحتی استخوان رو چا کنین تشخیص بدین که برای سمت راست هست یا برای سمت چپ هستش. خب این استخوان الان به نظرتون برای کدوم سمت من هستش؟ به نظرتون سمت راست من هستش. باریکلا. استخوان از بالا نگاه میکنیم میبینین که بچه‌ها یک 2/3 تعدد داره به سمت قدام، 1/3 تقعر داره به سمت قدام. درسته؟ مشخص هستش. محل شکستگی شایع کجا باید باشه اصولاً؟ معمولا بین 2/3 داخلی و 1/3 خارجی است که شکستگی معمولا اتفاق میفته. مثل هر استخوان دراز دیگه میام براش میگیم که یه تنه داریم براش، یه انتهای داخلی یا استرنال، چون با استرنال میخواد متصل بشه، یه انتهای خارجی یا آکرومیال بهش گفته میشه. از تنه شروع کنم. میگم این تنه به چیز خاصی در سطح فوقانیش نداریم، فقط اون که در انتهای داخلی اون یه سری برجستگی ها دیده میشه. اینجا به اصطلاح برجستگی دیده میشه که محل اتصال عضله استرنو کلیدو ماستوئید هستش. یه عضله داریم که از ماستوئید شروع میشه میاد به سمت پایین و به استخوان کلاویکل و استرنوم من متصل میشه. آثار اتصال اون رو میتونیم در قسمت داخلی، در سطح فوقانی قسمت داخلی میتونیم مشاهده کنیم. میریم سطح تحتانی نگاه کنیم. میگیم تو سطح تحتانی ناودان کم عمقی وجود داره، بهش میگم ناودان ساب کلاویوس یا ناودان ساب کلاویان بهش گفته میشه. ساب کلاویان مفهومش چیه؟ یعنی زیر کلاویکل دیگه، درست یا نه؟ عضله به همین نام از دنده اول منشأ میگیره میاد به اینجا متصل میشه. این عضله شاید کوچیک باشه و مهم در ظاهر مهم نباشه ولی یه عملکرد خیلی حیاتی برای ما انجام میده که جلوتر میخوام براتون بگم. پس یک عضله دارم به نام عضله ساب کلاویوس، از سطح فوقانی دنده اول شروع میشه میاد به اینجا چیکار کنه؟ متصل میشه. بعد میرم قسمت خارجی که کم کم نگاه کنم. میرم تو قسمت خارجی اون یه خط مایل دارم میبینم به نام خط ترابزوئید که میام به قسمت خلفش که میرسم به تکمه میرسم به نام تکمه کنوئید. این دو قسمت هم خط ترابزوئید که این بالا میتونیم ببینیم بچه‌ها، هم خط ترابزوئید میتونیم ببینیم هم تکمه کنوئید میتونیم ببینیم. محل اتصال رباط لیگامان کوراکو کلاویکولار هستش. کوراکو کلاویکولار. رباط کلاویکولار که بعداً جلوتر خواهیم خوند به دو قسمت تقسیم میشه بچه‌ها. یک قسمتش میاد به این خط ترابزوئید متصل میشه، یک قسمت میاد به تکمه کنوئید متصل میشه. به اون قسمت میگم قسمت ترابزوئید لیگامان کوراکو کلاویکولار. به اینجا میگن چی؟ قسمت کنوئید در واقع لیگامان کوراکو کلاویکولار که یک لیگامان بسیار مهمی هستش. بعد میگم سطح تحتانی به سمت داخل دارم میرم میبینم یه سری برجستگی های یک زبری، این منطقه خشن اینجا وجود داره. بگم اینجا محل اتصال چه چیزی باشه؟ تو بعضی کتابا نوشتن کوستال توبروزیتی، توبروزیتی دنده‌ای، یا بعضی کتابا نوشتن کوستال ایمپرژن. یه آثار اتصال رباط کوستو کلاویکولار هستش. یعنی یک رباط خیلی مهم دیگه ای داریم که از دنده اول و در قضروف دنده اول میاد و به این قسمت متصل میشه که بدون جلوتر با هم دیگه میخوایم باهاش صحبت بکنیم. بچه‌ها استخوان کلاویکل
یا از لحاظ استخوان‌سازی هم با بقیه استخوان‌ها بازم فرق میکنه. گفتیم که پس هر دو استخوان‌سازی داخل قشایی و داخل قضبی چی تو این استخوان هستش. دوم این که بچه این اولین استخوانی هم هستش که چی داره چیکار میکنه، استخوان‌سازی درش شروع میشه و همچنین همزمان آخرین استخوانی هستش که استخوان‌سازی در اون به اتمام میرسه. ممکن تا 25 سالگی هم همچنان استخوان‌سازی چی بشه، طول بکشه. خب دیگه چی داشتیم بچه‌ها؟ بس قرارمون این شد که 5 دقیقه بیشتر تأخیر نداشته باشه. خب یک کنار قدام دارم، یک کنار خلف دارم، درسته؟ کنار قدام من بچه به چی متصل بشه؟ کدوم عضله؟ این عضله کدوم عضله هستش؟ پکتورالیس ماژور هستش. میاد به 2/3 داخلیش پکتورالیس ماژور متصل میشه. بچه به اینجا چی متصل بشه؟ عضله دلتوئید بهش متصل بشه. باریکلا، کاملا مشخص هستش. کنار خلفی هم دارم بچه‌ها. قسمت خارجی کنار خلفی هم عضله ترابزوئید یا عضله ترابزیوس یا زوزنقی میاد بهش متصل میشه که قسمت عضلات به تفصیل خواهیم. خب بچه‌ها اینجا چی مشاهده میکنین؟ این قسمت داخلی استخوان هستش، درسته؟ کمی برجسته تر هستش، روی که سطح مفصلی وجود داره. این سطح مفصلی میاد با چی مفصل میشه بچه‌ها؟ با بریدگی کلاویکول استخوان دسته استخوان استرنوم متصل میشه. کدوم مفصل ایجاد بکنه؟ استرنو کلاویکولار. خب این یه مفصل در واقع سدل جوینت هستش، یه مفصل زینی شکل هست، یک مقدار پیشرفته است، هم میتونه لغزش رو ساپورت بکنه، هم میتونه قدام خلف بالا پایین رو چاک کنه تا حدی ساپورت بکنه. پس این مفصل سینوویال رو تشکیل میده. بچه این چی این پایین قرار گرفته به نظرتون؟ لیگامان چی بوده؟ کوستو کلاویکولار هستش که از دنده اول و قضیه دنده اول شکل میگیره، میره به کجا متصل بشه؟ به اینجا متصل میشه و کارش چی بوده؟ میاد این مفصل رو چیکار میکنه؟ حمایت میکنه، چون این مفصل کوچیکیه، درسته یا نه؟ و تنها مفصلی هم هستش که در واقع اندام فوقانی من رو داره به تنه من متصل میکنه، درسته یا نه؟ پس کدوم مفصل هستش؟ مفصل استرنو کلاویکولار هستش. باشه این سمت چطور؟ باشه این سمت چطور؟ از بالا پایین تخت شده، روش سطح مفصلی وجود داره. با کجا مفصل بشه؟ با زایده آکرومیوم میاد مفصل. اسم مفصل چی بذارم؟ آکرومیو کلاویکولار. یه مفصل یه موقع پیشرفتگیش از اون کمتر هستش، بهش میگن مفصل پلین یا مفصل مسطح بهش گفته میشه. فقط حرکت چی رو ساپورت میکنه بچه‌ها؟ لغزشی رو میتونه ساپورت بکنه، دیگه حرکت دیگری نمیتونه ساپورت بکنه. مفصل استرنوکلاویکولار توسط کدوم لیگامان حمایت میشه؟ کوستوکلاویکولار. مفصل آکرومیوکلاویکولار توسط کدوم رباط مفصل میشه؟ حمایت میشه؟ کدوم رباط؟ کوراکوکلاویکولار حمایت میشه. خب استخوان کلاویکل گفتیم که یه سری شاخص‌هایی داشتش که اون از استخوان‌های دیگه مجزا میکرد، درست یا نه؟ میگم که این استخوان در تمام طول خودش میتونید لمسش بکنید. این خوبه یا بد؟ بده، چون که توسط عضلات پوشیده مستعد پس دیگه شایع‌ترین شکستگی در استخوان‌های بدن مربوط میشه به کلاویکل. این یک. دوم که از کجا میشکنه؟ معمولا میشکنه مستعد کجا هست؟ ضعیف‌ترین قسمتش کجا هستش؟ 2/3 ما بین 2/3 داخلی و 1/3 خارجی. این درست. معمولا به چه شکلی باید بشکنه؟ میگم که معمولا یا باید با شونه به زمین بخوره یا اینکه باید با دست به زمین بخوره. با دست که به زمین بخوره در واقع نیرویی که مستقیم میاد مستقیما به کلاویکل در واقع فشار وارد میکنه و باعث شکستگی این استخوان خواهد شد. سلام بفرمایید. چی؟ فرکچر کجا میده؟ دندرن اصلا
اصلا چون با دنده کاری نداره که هیچ اتصالی به دنده نداره. ممکنه که با این به این شکل زمین بخوره، ممکنه استخوان اسکافوید بشکنه و ممکنه که استخوان کلاویکل بشکنه. انرژی به این شکل میاد و وارد استرنوم میشه. خیلی هم عالی. خودتون احساس میکنین که دیر اومدن چقدر بی‌نظمی ایجاد میکنه؟ خواهش میکنم 5 دقیقه بیشتر دیر نکنید. قسمت ما بین دو استخوان‌های اشتراکی گفتید شکستگی بیشتر اتفاق میفته. بله. به خاطر تغییر تحدب استخوان یا نه، اون ویک پوینت بهش میگن. اون ناحیه ضعیف‌ترین قسمت استخوان هستش. فشار که به استخوان وارد بشه، اولین جایی که میخواد بشکنه اون قسمت هستش. خب بچه‌ها هم ممکنه بشکنه. بچه‌ها تو نوزادهایی که به دنیا میاد ممکنه این استخوان تو اگه زایمان سخت باشه ممکنه که این استخوان به راحتی بشکنه. تو زایمان‌های طبیعی اتفاق میفته و معمولا نوزاد دستش اصلا تکون نمیده. وقتی به دستش دست بزنین گریه میکنه و همینجوری ثابت وایستاده درد نداره و گریه نمیکنه. این استخوان مثل دستش لمس شده باشه. خب معمولا پدر مادر متوجه نمیشن. تو اونجایی که بیمارستان در واقع خوب باشه که متوجه میشن، ولی که اگر توی جاهای دوردست باشه معمولا متوجه نمیشن. یه موقعی که اینجا کار استخوانی میاد تشکیل میشه کم کم متوجه میشن که این شکستگی استخوان کلاویکل بوده. معمولا درمان خاصی نداره و به خوبی جوش میخوره. فقط کافیه که دست رو به تنه متصل بکنن و به پشت بخوابونن، به راحتی چی میشه؟ درمان میشه. ولی تو بزرگسالان میان همچین کاری انجام میدن، بهش میگن باند 8. باند 8 رو در واقع میبندن و این هم معمولا بدون هیچ عارضه‌ای چیکار میکنه؟ ترمیم پیدا میکنه. خب یه سوال میخوام بگم که الان زیر استخوان کلاویکل و بالای استخوان دنده اول من ببینید چه عناصری عبور میکنن؟ شبکه بازویی، تنابهای شبکه بازویی عبور میکنن. خیلی مهمه. کل اعصاب دست اینجا عبور میکنه، درسته؟ دیگه عروقی که عروق براکیال از اینجا عبور میکنه. خب الان این شکستگی به این شکل اتفاق افتاد، میتونه اعصابی که عروق اعصابی اینجا هستش رو تحت تاثیر قرار بده یا نه؟ میتونه. سوال که من پرسیدم به این شکل پرسیدم یعنی که نمیتونه. چرا نمیتونه؟ اگه گفتین یه خورده پیش گفتم اینو که قرار بهتون بگم. نه، زیر استخوان چه عضله‌ای بود؟ سابکلاویوس بود. بچه‌ها استخوان سابکلاویوس فلسفه‌اش همینه. میاد چیکار میکنه؟ قسمت اعظم آسیب جلوی قسمت اعظم آسیب ها رو چیکار میکنه؟ میگیره. پس مدیون کدوم عضله هستیم؟ عضله سابکلاویوس هستیم دیگه. و که مستعدترین استخوان برای شکستگی هم هستش. تا اینجا بچه سوالی هست؟ خیلی خوب. بریم مبحث بعدی. دومین استخوانی که از این کمربند شانه‌ای میخوام با هم صحبت کنیم استخوان اسکاپولار، استخوان کتف هستش. نوع استخوان به چه شکلیه بچه‌ها؟ پهن هستش. چرا پهن باید باشه؟ چون کارش چیه؟ بیشه حفاظتیه و یه مفصل داره، درسته یا نه؟ این یک. استخوان‌سازیش به چه شکلی باشه؟ داخل قشایی هست، چون استخوان‌های پهن محسوب میشه، درسته؟ خب کجا قرار بگیره بچه‌ها؟ کجا قرار بگیره؟ میگم در واقع قسمت فوقانی خارجی خلف قفسه سینه. فوقانی خارجی خلف قفسه سینه مابین دنده 2 تا 7. درسته؟ معمولا مدفون در کجا هستش؟ مدفون در عضلات هستش. فقط قسمتی از در واقع این خار استخوان رو میتونیم چیکار کنیم؟ لمسش بکنیم. خب برای این استخوان میایم چند تا 2 تا سطح براش مد نظر هستیم. یکی میگیم سطح قدامی، سطح خلفی. به سطح قدامی چون به دنده ها نگاه میکنه بهش میگن سطح دنده‌ای. و این سطح خلفی داریم، درسته؟ بعد میگم سطح بوردر، سطح کنار براش مد نظر هستم. میگم کنار داخلی که خیلی نازکه، کنار خارجی که ضخیم هستش و کنار فوقانی. میگم سطح زاویه دارم، زاویه تحتانی، زاویه فوقانی و زاویه خارجی. اوکی؟
دو تا زایده دارم، زایده کوراکوئید و زایده آکرومیون. من تک تک با هم بررسی بکنیم. میگم سطح قدامی استخوان حفره کم عمقی تشکیل میده به این شکل. بهش میگن حفره ساب اسکاپولار. حفره ساب اسکاپولار. عضله به همین نام میاد به اینجا چیکار میکنه؟ متصل میشه. عضله ساب اسکاپولاریست میاد به اینجا متصل میشه و میاد و به کجا متصل بشه؟ به تکمه کوچک استخوان هیمروس که با هم دیگه خواهیم خوند. بچه عضلات خواهیم خوند. فقط اینا که میگم فقط میگم که کم کم گوشمون عادت بکنه به اینا. خب از عضله ساب اسکاپولاریست. بچه این نواری اینجا، این نواری از سطح قدامی که در نزدیک کنار داخلی قرار گرفته، یه عضله مهم دیگه متصل میشه به نام عضله سراتوس انتریور یا دندانه‌ای قدامی، میاد به این قسمت متصل میشه. میریم به سطح خلفی رو نگاه کنیم. میگم سطح خلفیه توسط یک خاری یا اسپاین آف اسکاپولا میاد به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت فوقانی کوچکتر، یک قسمت تحتانی بزرگتر. به قسمت فوقانی کوچکتر میگم حفره سوپرا اسپیناتوس یا بعضی کتابا می‌نویسن سوپرا اسپاینوس، هر دو درسته. یا حفره فوق خاری که بهش چه عضله متصل میشه؟ عضله به همین نام میشه چی؟ عضله سوپرا اسپیناتوس که میاد به تکمه بزرگ متصل میشه، به تکمه بزرگ هیمروس. شروع ابداکشن من توسط عضله سوپرا اسپیناتوس هستش. بعد از اینکه این اهرم شکست دلتوئید هستش که میاد و ابداکشن رو ادامه میده. خب اگر سوپرا اسپیناتوس فرض بشه، بخواد طرف دستش ابداکشن بده، باید چیکار کنه؟ باید اول با این دستش یه خورده اهرم رو بشکنه، بعد ببره بالا. این نشون دهنده پارگی عضله سوپرا اسپیناتوس هستش. میریم قسمت تحتانی چی بچه‌ها؟ اینجا چی؟ حفره اینفرا اسپیناتوس. عضله به همین نام باز به اینجا متصل میشه و میاد بازم به تکمه بزرگ استخوان هیمروس متصل میشه. دو قسمت هم بچه تو این قسمت ها دو تا در واقع سطح اتصالی داریم که ترس مینور و ترس ماژور متصل میشن که تو اسلاید های بعدی به خوبی میتونیم اینا رو ببینیم. یک کنار دارم میگم کنار خارجی، میگم ضخیمه، چیز خاصی نداره. کنار داخلی دارم میگم نازکه، کاملا مشخصه، تو استخوان دستت میگیری کاملا نازک تیز هستش. میگم این قسمتش رو بگم عضله رومبوئید کوچک متصل بشه، این قسمت بگم عضله رومبوئید بزرگ متصل میشه. تا اینجاش درست؟ که میان چیکار میکنن از رومبوئید؟ این حالت به این حالت چی میگفتیم بچه‌ها؟ به این حالت حرکت کدوم حرکت بود؟ ریترکشن ها. اگه بیارم به سمت جلو میشه پروترکشن، به عقب حرکت ریترکشن. درسته؟ پس حرکت ریترکشن مربوط میشه عضله رومبوئید. خب دیگه میگم که این دو تا حفره با هم ارتباط دارن یا ندارن؟ یک دارن. توسط این سبز رنگ که فرش سبز رنگ اینجا کشیده با هم دیگه ارتباط دارن. به این بریدگی میگم بریدگی اسپاینو گلنوئید، چون بین اسپاین خار و گلنوئید که جلوش قرار گرفته یه بریدگی هستش که بهش میگم بریدگی اسپاینو گلنوئید. بیام کنار فوقانی، مشخصه کنار فوقانی من چیه؟ یه بریدگی هست، یه ناچ هست. میگم ناچ رو اسمشو چی بذارم؟ سوپرا اسکاپولار. خیلی همونی که هستش، یعنی بالای اسکاپولار دیگه، درست یا نه؟ بگم عصبی به همین نام از داخلش عبور میکنه. میگم تو استخوانی که الان قرار با هم ببینیم، ناچ رو قرار به این شکل ببینیم، ولی تو افراد زنده توسط یک رباط عرضی کتفی فوقانی میاد چیکار میکنه؟ تبدیل میشه به چی؟ سوراخ فورامن که از داخل این یک عصب عبور میکنه به نام عصب همون سوپرا اسکاپولار. عروقش از کجا عبور میکنن؟ عروق از این بالا عبور میکنن. پس از داخل فورامنه که همیشه معمولا سوال هستش، چی عبور میکنه؟ عصب سوپرا اسکاپولار از اینجا عبور میکنه، میاد عضله سوپرا اسپیناتوس عصب دهی میکنه، بعد از این طریق میاد و عضله اینفرا اسپیناتوس رو چیکار میکنه؟ عصب دهی میکنه. میرسم به این خار کتفه. این خار کتفه درست یا نه؟ قشنگ میتونید لمسش بکنید، درسته؟ به عنوان یک لندمارک مهم حتما ازش استفاده خواهید کرد. چرا که من بخوام این رو به سمت داخل بیام، میرسم به کجا؟ به زایده خاری مهره سوم پشتی.
توی خواهید دید چند سال بعد توی کلینیک خواهید دید میخواین مهره ها رو بشمرین، میتونید از زائده خالی 37 استفاده کنید، میتونید از اینجا استفاده کنید. اینو به سمت داخل بیاین، به کجا میرسین؟ به زائده خالی T3 T3 و اونجا میتونید مهره پایین‌تر و بالاتر رو چاک کنید، شمارش بکنید. پس یک لندمارک مهم برامون محسوب میشه. خب این خارکت رو من به سمت خارج امتداد بدم، به چی میرسم؟ به زائده میرسم. به این زائده چی بگم؟ زائده آکرومیون. زائده آکرومیون بهش گفته میشه. روش یه سطح مفصلی هست. با چی باید مفصل بشه؟ مفصل با چی؟ با کلاویکل. مفصل چی ایجاد بکنه؟ آکرومیو کلاویکولار. چه نوع مفصلی بود؟ نوعش چی بود؟ لحظی کارش بود. پلین بود، آفرین پلین بود، مسطح بود، باریکلا. جز مفاصل سینوویال محسوب میشه و حرکت چی رو ساپورت میکرد؟ فقط لغزش رو ساپورت میکرد. کنار خارجی داریم مشاهده میکنیم. این کنار خارجی است که ضخیم‌تر است. سه تا زاویه دارم. میگم این زاویه فوقانی، زاویه تحتانی و زاویه خارجی. زاویه فوقانی چی بهش متصل بشه؟ این عضله کدوم عضله بود بیشتر؟ لواتور. آفرین. این بالابنده اسکاپولا میاد به کجا متصل بشه؟ به اینجا. از زواید خالی، از زواید عرضی مهرهای گردن یه عضله میاد به اینجا متصل میشه و بالابنده شانه رو میاد برای من انجام میده. این زاویه تحتانی هم یه لندمارک برام محسوب میشه. میتونید بازم توی مریض اینجا رو چاک کنین، لمس کنین. بلافاصله زیر این دنده هفتم قرار گرفته بچه‌ها. دنده ها رو باید بشمرید. بتونید توانایی داشته باشین که اینا رو بشمرید. پس زاویه تحتانی در محاذات کدوم دنده قرار گرفته؟ دنده هفتم قرار گرفته. باشه یه عضله داریم به نام عضله لاتیسموس دورسی یا پهن پشتی که از این پشت میاد و به اینجا متصل میشه. حرکت پارونی رو انجام میده، از اینجا میاد. وقتی که داره میاد بچه‌ها این روی زاویه تحتانی چیکار میکنه؟ عبور میکنه و این همیشه متصل نگه میداره به تنه، نمیذاره که جدا بشه. اتصالش زیاد اتصال محکمی نیست. یعنی من تو جسد بخوام دستم اینجا فرو کنم، از اینجا فرو میکنم به راحتی از عضله جدا میشه. توسط بافت همبند سستی بهش اتصال داره. پس زاویه تحتانی توسط کدوم عضله پوشیده میشه؟ لاتیسموس دورسی. در محاذات کدوم دنده قرار گرفته؟ هفتم. زائده خالی ببخشید خال اسکاپولار اگر مثلا داخل بیام در محاذات کدوم مهره قرار میگیرم؟ T3. زائده خالی T3 قرار میگیرم. بسیار عالی. خب از نمای خارج در نگاه میکنین، خارج در نگاه لترال ببخشید اکسترنال ویو در نگاه میکنین، میبینم که این سطح خارجی کنار خارجیه و تو زاویه فوقانی من، زاویه خارجی من یک سطح مفصلی کم عمقی دارم میبینم. شبیه چی هستش بچه‌ها؟ گلابی ها، گلابی شکل میگن که 35 میلیمتر طولش هستش و بهش میگن حفره گلنوئید. یه حفره کم عمقی هستش. چرا باید اینقدر کم عمق باشه؟ چرا تو پا از تابان به این شکله ولی اینجا عمقش خیلی کمه؟ حرکت، برای اینکه دامنه حرکتی بیشتری رو داشته باشه. تو پا اون دامنه رو من نیاز ندارم. بیشتر چی دارم؟ فشار میخوام تحمل بکنم و پایداری رو. ولی تو اینجا فشار پایداری تحمل نمیخوام بکنم. میخوام چیکار کنم؟ دامنه حرکتی بیشتر باشه. بچه استخوان اسکاپولا تو بدن چجوری قرار گرفته؟ الان من دو تا استخوان اسکاپولا باشه صاف قرار گرفته به نظرتون؟ یک خورده به سمت جلو 45 درجه به این شکل قرار گرفته. چرا باید اینجوری قرار بگیره؟ چرا اینجوری نیست؟ من برای استخوان اسکاپولا من اینجوری یه خورده اینجوری قرار گرفته. چرا باید اینجوری باشه؟ گردی دنده ها میتونه باشه. باریکلا دیگه. بازم دامنه حرکتی من به سمت کجاست؟ جلوه. به سمت من پشت معمولا کار خاصی انجام نمیدم، یعنی اون به حد کافی میره، ولی دامنه حرکتی به سمت جلوه که بس یک 45 به سمت قدام قرار گرفته. پس ما زوایا رو شناختیم، درسته؟ کنارها رو شناختیم، سطوح رو شناختیم، خال اسکاپولا رو شناختیم و یه زائده در نهایت میمونه. از قسمت گردن این حفره گلنوئید یک زائده دیگه به سمت قدام میاد که بازم میتونید تو بدن خودتون به راحتی لمسش بکنید. بهش میگن زائده کوراکوئید. آخر هر چی اید بیارین مفهومش چیه؟ شبیه. کوراکوئید یعنی چی؟
شبیه منقار، بس میگن که زایده منقاری شکل میشه در من، درسته؟ بهش ربات‌های مهم متصل میشه مثل ربات کراک و کلاویکولار و 3 تا عضله مهم. یک پکتورالیس مینور، دیگه سر کوتاه دو سر به همراه عضله کوراکو براکیالیس بهش متصل میشه. فقط خواستم اسمش رو بدونین که جلوتر با هم بیشتر بررسی خواهیم کرد. خب این اسپاین آف اسکاپولا مشخص هستش، در انتها به کجا متصل، به کجا ختم میشه؟ به زایده آکرومین. این مفصل اسمش چی بذارم؟ آکرومین کلاویکولار، درسته؟ اینجا من مثلا داخل بیام با کدوم زایده خاری؟ T3. اوکی؟ بعد گفتم که حفره سوپرا اسپیناتوس با اینفرا اسپیناتوس با هم دیگه ارتباط دارن. اگر نیمای نیم رخ بخوایم نگاه کنین، این حفره قرمز رنگه، درست یا نه؟ یعنی حفره سوپرا اسپیناتوس با این اینفرا اسپیناتوس توسط این بریدگی با هم ارتباط دارن. ببین بریدگی چی بگم؟ اسمش چی بذارم؟ اسپاینو گلنوئید، که ازش همون عصبی که سوپرا اسکاپولار بود از اون بریدگی عبور می‌کرد، از اینجا عبور می‌کرد، میاد این از عضله عصب دهی میکنه، عضله سوپرا اسپیناتوس رو، بعد میاد از اینجا عبور میکنه، میاد چیکار میکنه؟ این عضله رو هم عصب دهی میکنه. دیگه خب اینجا میتونید چی ببینیم؟ این کنار فوقانی میتونیم این ناتچ رو کاملا مشخص هستش، درسته؟ و توسط رباط کتفی عرضی فوقانی تبدیل میشه به چی؟ فورامن، درسته؟ کدوم عصب از توش عبور میکنه؟ عصب سوپرا اسکاپولار. عروقش از کجا عبور میکنن؟ از بالای رباط عبور میکنن. تو بعضی خواهیم خوند مثلا ممکنه که کلسیفیکاسیون تو اینجا اتفاق بیفته و این فورامن چی بشه؟ تنگ بشه، کم کم میاد روی عصب چیکار میکنه؟ تحت تاثیر قرار میده که جلوتر بهتون میگن که چه اتفاقاتی براش خواهد افتاد. حافظه تمام شد؟ باشه دست دار نکنه، یه دقیقه مونده تمام بشه دیگه، چیکار کنم دیگه، دست درد نکنه. خب میرسیم به استخوان اسکاپولا، اتصالات عضلانیش با هم مرور کنیم. سطح قدام چی بود؟ بیشتر قسمت اعظمش چی بود؟ به کدوم حفره متصل میشد؟ به همون نام. یه نوار باریکی از نوار باریکی که نزدیک کنار داخلی بود بهش چی میگفتیم؟ عضله سراتوس انتریور یا دندانه‌ای قدامی متصل میشد. باریکالله. بریم سطح خلفی رو ببینیم. قسمت اعظم حفره سوپرا اسپیناتوس، عضله سوپرا اسپیناتوس، قسمت اعظم حفره اینفرا اسپیناتوس و دو تا در واقع رویه اتصالی دارم. قسمت خارجی اون یکی پایینتر و یکی بزرگتر بالاتر، ترس مینور و ترس ماژور دارم. خب به کنار داخلیم چی متصل بشه؟ گفتم دو تا از ریسترکشن میداد، چه بودن؟ رومبوید مینور و رومبوید ماژور. به اینجا چی متصل بشه بچه‌ها؟ به اینجا لواتور اسکاپولا متصل بشه. از نیمای نیمرخ که بخوام اینجا داشتم نگاه می‌کردم، اینجا اصلا این حفره گلنوئید دیدم، درسته؟ یه تکمه اینجا دارم، یه تکمه اینجا دارم، درسته؟ به این میگم چی باش اسم بذارم؟ به این بگم به این سر دراز دو سر، به این سر دراز سه سر. یادتون میمونه؟ باید قسمت از خواهیم خوند.